سلام، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب شرکت نظارت‌گستار ایمن. امروز میخوایم خیلی ساده و کاربردی در مورد انواع دوربین مداربسته و تکنولوژی‌هاشون با هم صحبت کنیم. در صنعت نظارت تصویری ما 3 دسته دوربین مداربسته داریم. یک سری دوربین‌های آنالوگ سنتی، در واقع دوربین‌هایی که نسل اول دوربین‌ها بودن و خیلی قدیم وجود داشتن توی بازار رو داریم که در واقع هم دوربین‌های آنالوگ سنتی هستن. بعد از اون دوربین‌های HD آنالوگ اومد توی بازار، دوربین‌هایی مثل دوربین‌های HD CVI، HD TVI یا HD. و بعد از اون دوربین‌های HD آنالوگ دوربین‌های تحت شبکه یا همون دوربین‌های IP وارد بازار شد که جدیدترین نسل دوربین‌های نظارت تصویری هستند. دوربین‌های HD آنالوگ و دوربین‌های آنالوگ سنتی بیسشون در واقع انتقال تصویرشون با کابل کوآکسیال بوده و هستش و در واقع با کابل RG59 انتقال تصویر داده می شدن. برعکس اونها دوربین‌های تحت شبکه یا همون دوربین‌های IP از طریق کابل شبکه یا همون کابل‌های کت 5 یا کت 6 هستن که تصویرشون رو روی دستگاه‌های NDR انتقال میدن. حالا ببینید تفاوت این دوربین‌ها با هم تو چی هستن. در واقع دوربین‌های HD آنالوگ یا دوربین‌های آنالوگ سنتی که قبلا استفاده می‌شدن بیسشون در واقع انتقال تصویرشون از طریق کابل کوآکسیال یا کابل RG59 بوده و هستش و در حال حاضر چون ارتقا پیدا کردن این سیستم ها میتونیم بگیم در حال حاضر هوش مصنوعی به این سیستم ها اضافه شده. البته هوش مصنوعیشون خیلی محدود هستش نسبت به دوربین های IP. در واقع تکنولوژی های جدیدی که بهشون اضافه شده مثل انتقال برق از طریق کابل کوآکسیال هستش. اما این سیستم ها علاوه بر اینکه هزینه پایینی دارن نسبت به سیستم های تحت شبکه معایبی هم دارن. از معایب این سیستم ها میتونیم این رو بگیم، فرض کنید شما یه پروژه‌ای دارید با 10 تا دوربین. به ازای هر دوربینی که شما نصب میکنید باید یک کابل تصویر یا همون کابل کوآکسیال پشت دستگاه DVRتون یا دستگاه XVRتون کشیده بشه و خب این خیلی آزاردهنده هستش برای کاربری که داره با اون سیستم کار میکنه یا حتی برای اینکه بخواید اون دستگاه رو توی رک قرار بدید زیاد جالب نیستش و نمای جالبی نداره. مورد دیگه که ممکنه پیش بیاد برای این مدل سیستم ها این هستش اگر شما دوربین هاتون رو تو جای مناسب یا روی بیس مناسبی نصب نکنید ممکنه توی انتقال تصویرتون نویز داشته باشید. مورد دیگه که هستش در مورد هوش مصنوعی این سیستم ها خیلی جای مانور نداریم، خیلی هوش مصنوعی محدودی دارن نسبت به سیستم های تحت شبکه. اما برعکس این سیستم ها دوربین های مداربسته یا سیستم های تحت شبکه‌ای که اخیراً خیلی حرفه‌ای تر شده و وارد بازار کار سیستم های مداربسته شده نسبت به دوربین های سری قبل یا همون دوربین های HD آنالوگ خیلی تکنولوژی های بیشتری و قابلیت های بیشتری دارن. یکی از این تکنولوژی هایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم به طور مثال انتقال برق از طریق کابل شبکه هست. شما در صورتی که توی سیستم های تحت شبکه‌تون از سوئیچ های PoE استفاده بکنید دیگه نیازی به کشیدن کابل برق به ازای هر دوربینتون ندارید. یا اینکه اگر توی پروژه تعداد زیادی دوربین داشته باشید به ازای هر دوربین نیازی نیستش که یک کابل شبکه پشت دستگاهتون کشیده بشه. تمام دوربین ها هر 20 دوربین در انتها وارد یک سوئیچ میشه و از اون سوئیچ آخری یک کابل شبکه فقط به دستگاه NDRتون وصل میشه و ظاهر مرتب تری داره نسبت به سیستم های HD آنالوگ. دوربین ها و سیستم های تحت شبکه فشرده سازی تصویر دارن و میتونن تصاویر شما رو زمانی که تصاویر رو داره دوربین انتقال میده به دستگاهتون با یک فشرده سازی خاصی مثلا HD264 یا HD265 یا اسمارت کودک این فشرده سازی رو انجام بدن و این باعث میشه که شما توی انتقال تصویر پهنای باند کمتری مصرف بکنید و همچنین توی ذخیره تصاویرتون روی هارد فضای کمتری رو نیاز داشته باشید. یه قابلیت دیگه که این سیستم ها دارن استفاده از پروتکل آنویف هستش. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید دوربین های از برندهای دیگه ای رو روی دستگاه خودتون متصل بکنید و
برعکس که در واقع همدیگر رو میتونیم بگیم ساپورت میکنن با استفاده از این پروتکل. از قابلیت‌های دیگه که این سیستم ها دارن این هستش که شما میتونید علاوه بر اینکه تصاویرتون رو روی هاردی که روی دستگاه هستش رکورد بکنید، میتونید از طریق RTSP یا روی NAS تصاویرتون رو رکورد بکنید که همه اینها از طریق شبکه انجام میشه. حتی بحث رید بندی رو میتونید روی این مدل دستگاه ها داشته باشید که امنیت دستگاه رو توی حفظ تصاویر رکورد شده بالا میبره. همچنین تعداد کاربرا رو روی دستگاه میتونیم ببینیم که افزایش پیدا کرده و میتونید اونا رو حتی گروه بندی بکنید. به صورت کلی اگر پروژه‌ای دارید که میخواید هزینه کمتری براتون داشته باشه، هم از نظر بحث کابل کشی، هم از نظر مبلغ دوربین ها یا خرید دستگاه هاتون، میتونید از سیستم های HD آنالوگ استفاده بکنید، مثل دوربین ها و دستگاه HD CVI که برای برند داهوا هستش یا HD TVI که مربوط به برند هایکویژن هستش. میتونید از این سیستم ها برای پروژه‌تون استفاده بکنید. اما اخیراً دستگاه‌هایی وارد بازار شده به اسم دستگاه‌های XVR که هم دوربین‌های HD آنالوگ رو ساپورت میکنه، هم دوربین‌های IP رو. البته محدودیت داره روی تعداد دوربین‌های IP، هم از نظر کیفیت تصویر، هم از نظر تعداد دوربین ها. اما اگر پروژهتون حرفه‌ای‌تر هستش و میخواید کیفیت تصویر بالاتری داشته باشید یا از نظر هزینه براتون مهم نیست مبلغ پروژهتون چقدر هستش، میتونید از دوربین های تحت شبکه دوربین های IP هم استفاده بکنید. اما این به این معنی نیستش که دوربین های HD آنالوگ به درد پروژهتون نمیخوره. گاهن پیش میاد سیستم های HD آنالوگ توی پروژه شما خیلی بهتر از دوربین های تحت شبکه جواب میده. البته اون بستگی به پروژهتون و جایگذاری دوربین هاتون هم داره. ولی در کل شما میتونید اگر پروژهتون رو بخواید خیلی حرفه‌ای جلو ببرید و نصب کنید، از سیستم های تحت شبکه و دوربین های IP استفاده کنید. ممنون از اینکه همراه ما بودید. اگر در مورد پروژهتون سوالی دارید میتونید با ما در ارتباط باشید.